سلام دوستان، خوشحالم که با شما هستم. من از سومین ویدیوی بلندم رو در یوتیوب بذارم. این بار درباره بازیکن‌ها آخرین جام جهانی امسالشون رو انجام دادن. آخرین جام جهانیشون بود. من یه لیست نوشتم آخرین بازیکن‌های جام جهانی که کدوم کشور و اسمشون چیه. بریم شروع کنیم. راول خیمنز مکزیک، تمبو زوان آفریقای جنوبی، سون هون مین کره، ژان شرموستا چک، رناتو استفن سوئیس، جوناتان اوسوریو کانادا، ادین ژکو بوسنی، حسن الحیدوس قطر، نیمار برزیل، کاسمیرو برزیل، یاسین بونو مراکش، کنی مکلین اسکاتلند، ریکاردو آده هایتی، تیم ریم آمریکا، آدام تاگارت استرالیا، گابریل آلاوز استرالیا، گابریل آلاوز پاراگوئه، معذرت میخوام، مرت گونوک ترکیه، نویر آلمان، ژان سری ساحل آج، انر والنسیا اکوادور، برنلی کوواس کوراسائو، فان دایک هلند، جونیا ایتو ژاپن، امیل فورسبرگ سوئد. کورتا بلژیک، دبروین بلژیک، لوکاکو بلژیک، محمد صلاح مصر، کریس وود نیوزلند، براخا اکلسیاس اسپانیا، وزینها هم دروازه‌بان کیپ ورد بود، عالی بود. وزینها کیپ ورد، گویلن مورا آروگوئه، سالمت دوساری عربستان، انگولو کانته فرانسه، اوریان نیلاند نروژ، سادیو مانه سنگال، فرانس پتروس عراق، ریبین سولاغا عراق، مسی آرژانتین، مارکو آناتوویچ اتریش، ریاض محرز الجزایر، حمزه الدور اردن، خامس رودریگز استرالیا، رونالدو پرتغال، سدریک باکامی کنگو، ایگور سرگیف ازبکستان، هری کین انگلیس، مودریچ کرواسی. جردن آیو غنا، لوئیس مخیا پاناما و تمام. خب حالا بازیکن ایران که آخرین جام جهانیش بود شما بگید. حالا شما بگین که حق اسپانیا بود که قرار جام جهانی بشه و حق رودری بود که بهترین بازیکن جام جهانی بشه. شما تو کامنت ها بگید.